سلام. خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم آموزش استفاده از ChatGPT رو آموزش بدیم. پایه نحوه قد اون صفحه اصلی رو مثلا جزئیاتش رو یاد بدیم، چجوری حالا میشه ازش استفاده کرد و این مورد که اگه کسی تا حالا استفاده نکرده یاد بدیم. وارد گوگل میشیم، وقتی سری ChatGPT.com رو سرچ کنیم وارد همچین صفحه میشیم. اینجا میتونیم از ChatGPT استفاده کنیم. من یه اکانت از قبل دارم و داخل اون میتونم لاگین بکنم. کسی که نداره میتونه ساین اپ بکنه و رو مرحله لاستوری هم بده. اینجا ایمیل آدرسش رو وارد کنه، مرحله بعدی یک رمز رو انتخاب بکنه. بعد از اون برای ایمیلشون یک پیامی ارسال میشه که باید ایمیل رو تایید بکنن. بعد از ایمیل گمان میکنم که بعدش بکنم چه استفاده کردی یا اینکه چند تا مرحله دیگه هم باید بریم بعد چه استفاده زیاد پیچیده نیستش. اوایل شمال مجازی نیاز من بود، خیلی پیچیده تر از اینا بود، ولی الان خیلی راحت‌تر شده. الان من با ایمیلم لاگین میکنم تا بریم داخل ChatGPT بهتر یاد بدم چجوری میشه ازش استفاده کرد. یکم هم سایتش کنید، مثلا شما کدوم میکنید که میزنید لود نمیشه سایت، یکم باید منتظر بمونید یک ذره بعد سایت لود میشه. خودش لود میشه و میتونید استفاده. الان ما صفحه اصلی ChatGPT شدیم. الان وقتی ما لاگین کنیم ساین اپ کنیم با هر صفحه‌ای روبرو میشیم. یه سری پرامپت های آماده اینجا داره. اینجا میتونید انتخاب کنید که شما پلاس میخواین استفاده کنید ChatGPT معمولی رو، میخواین تمپیوری باشه ChatGPT یا زالین مود. از این قسمت میتونید هر فایلی رو از کامپیوتر خودتون آپلود بکنید. PDF، فایل وایس، فایل PDF یا ببخشید فایل PDF، فایل وایس، فایل اکسل، فایل وورد، هر فایل هر نوع فایل رو میتونید تجزیه و تحلیل کنید. میتونید از گوگل درایو یا وان درایو مایکروسافت استفاده کنید که مثلا آدرس اونا رو بهش بدین، از اونجا بره بخونه. میتونید این کار رو بکنین و این شکل. و فرض مثلا یک پرامپت بهش میدم، مثلا سلام. اینجا نمی‌نویسه. اینجا سه تا گزینه. اول از همه که برای شما یه چت ایجاد کرد، توی روزانه یه چت ایجاد. حالا این قسمت میتونین رو صورت بلند بخونه این پیام رو، میتونین کپیش کنین، میتونین دوباره براتون تایپ کنه، میتونین براش دیسلایک بفرستین که بگه پیامش بد بوده، جواب که داده. و اینجا که میتونین مدل رو انتخاب کنین، مدل 3.5 و مدل 4 خودش پس چند تا پرامپت خودکار از 4 خروج میاد و وارد 3.5 میشه. خاطر این خود یه مقداری رایگانه بعدش دیگه خوب میشه. ولی خب مثلا هر وقت مثلا من فرض کنم اینو میذارم که دستور واسه 3.5 برام بنویسم. هر دفعه من یک پیام جدید بنویسم، مثلا بخوام میگم مثلا میخواهم برای من یک کد بنویسی. اینجا اینو میگه، بعد دوباره وارد 4 میشه. این پیش‌فرض رو 4 تنظیم شده هستش همیشه که حالا تا چند تا پرامپت دیگه هستش، بعد دیگه میره روی ChatGPT 3.5 استفاده کنیم. با اینم گفتم دیگه میتونید دوباره بگیم برات پیام رو جنریت بکنه، روش میزنیم میگیم یا برای من دوباره پیام رو جنریت کن، پیام رو جنریت کن. میتونید از این سه تا انتخاب کنید، یک شو میده برای بزنید ببینید که برای کدوم مدل، مثلا این برای اینه، این برای اینه. میتونید شما ببینید. و این قضیه بود دیگه، از این قسمتش بود. یک فایل میتونید آپلود بکنید، اینجا میتونید منو رو ببندید باز کنید، اینجا یک چت رو باز میکنه. اینجا میتونید مدل های جی پی تی رو نگاه بکنید، اکسولو جی پی تی. میتونید یک هوش مصنوعی چت بات مخصوص خودتون درست کنید. مثلا حتی بکنم برای پلاس برای این قسمت برای پلاس شرکت پلاس
ولی خب یه سری فیچرهای دیگه داره. پیشنهادی که من دارم استفاده از چت جی پی تی نیست، به خاطر اینکه اگه بریم تو اگر خدا بخواهد پیشنهاد از استفاده از چت جی پی تی نیستش، به خاطر اینکه خیلی به قولی هم توی برای کارهای روزانه میشه استفاده کرده، کاملا رایگانه. ولی خب مثلا شما میتونید از چت مثلا مثل کلد استفاده بکنید که خیلی قوی تره از اینه. مثلا شما مثلا به فضای سایت چت جی پی تی میتونه 22 صفحه رو چیز کنه، بررسی کنه، تحلیل کنه 22 صفحه، یا با قولی فکر کنم 6000 کلمه. بله 6000 کلمه. ولی کلد میتونه 70000 کلمه رو بررسی و تحلیل بکنه که میشه حدود 250 خورده صفحه، که خیلی زیادتر از چت جی پی تی و امثال اونه. یه چیزی که شبیه چت جی پی تی کوپایلته، اونم ربات تقریبا خوبیه، جسایتش کنه کوپایلت مایکروسافت دات کام. اونم خیلی فیلتر سوال خوب، خیلی باگ داره. مثلا اگه بخوایم بدونیم چیزی که میگیم بدیم بعضی اصلا نمیاد، بعضی اصلا میاد. و یه چیزی هم که داره داخل سایت شما 4 پرامپت میتونید بگیریم، ولی داخل گوشیش شما کنم 15 تا پرامپت میتونید بگیریم. ولی خب چت جی پی تی توی نیست، تا بی‌نهایت میتونید ازش بهش پرامپت بدین جوابتون. ولی خب این خوبی که داره، میتونید از جی پی تی 14 استفاده کنید. جی پی تی 4 نیم هنوز نیومد، جی پی تی 4 او ببخشید 4 نیم، جی پی تی 4 او هنوز داخلش نیومده، ولی میتونین از جی پی تی 4 استفاده بکنید. مثلا کاملا رایگان. برای همین یک سری پرامپت مشخص داره. بعد از اون پرامپت که تموم نمیشه، نمیتونید حتی استفاده نکنید. یه چت جدید باز بکنید، میتونید توی اون چت جدید دوباره از اون استفاده بکنید. فرقی هم نداره، شبیه همونه کارش. سلام برش میفرستم، یکم منتظر میمونیم تا جواب بده. میگم برای یکم مشکل نیاز به کپچر داره، کپچر باید وریفای بکنیم، ببینم چرا سایتشه دیگه. بله گمان میکنم که نمیداره، اشکال نداره. من مجبورم که ساینینگ کنم، انگار که حتما با ساینینگ بکنیم تا بشه درست بیادش استفاده. من دوباره با اکانت توی ساینینگ میکنم تا بدونیم استفاده بکنیم قشنگ ازش. دست منتظر موندم سایتشون بده، انگار که از قبل دیدم خودش ساینینگ کرد. خب درست الان درستابی بالا اومد، دوباره همون سوال ازش می‌پرسیم. سلام، سوال که نیست ولی باید اینجا بده. امیدوارم جفت کپچر نخورد، درستابی جواب کنید. خب درستابی جواب ما داد. اینجا قسمت چت هست، چتایی که تا حالا باش انجام دادم. اینجا چیزی که داره مخصوص هر کی از کاراش، مثل همون داخل خود اینجا اکسپلور جی پی تی. اینجا پلاگیناش، پلاگین مقدارش چیه؟ مثلا یه پلاگین داره سومو، بذارین همون این هم سومو رو هم بزش بدم، اینو فعال میکنم. یه اول با یه تابیک جدید بسازید، اینو فعال میکنم. روش هست. الان میتونم بهش بگم که برام آهنگ بساز. خیلی جالب، میتونم آهنگ هم بساز. مثلا بگیم که برای نه بذارید فارسی صحبت کردم، برای ما یک آهنگ تولد بساز. میره و از پلاگین سومو استفاده میکنه و یه آهنگ تولد بساز. خیلی جالب. الان نگاه کنید یوزینگ، قسمت یوزینگ اومده. یوزینگ الان میخواد پلاگین سومو استفاده بکنه. باید منتظر اون تا از پلاگین سومو یا همون پلاگین سومو استفاده بکنید تا برامون بسازنش. میتونید شما یه کار دیگه هم بکنید. سومو هم یک سایت داره که میشه با استفاده از اون یک آهنگ ساخت که خیلی راحت تر از اینه، ولی خب از داخل این هم شما میتونید استفاده بکنید. اینجا پرامپتی که برای اون رو نوشته هست و شما میتونید آهنگ رو اجرا کنید، ببینید چه جوریه. اگه خوشتون اومد قبولش میکنید، بعد میتونید آهنگ جدید بسازید. این هم خیلی خوبه دیگه. فقط مشکلی که هستش اینه که متاسفانه پلاگین فقط برای نسخه وب اینه و برای نسخه معمولیش نیست. خب
می‌بینیم که بهش گوش بدیم. بدیم صدا رو من تنظیم کنم دور زیاد نشه. بذارید من صدا رو بذارم کنم خوب باشه. امروز دوست انسان شادن خوشحال تو تحشیری مثل ستاره همه میرقصیم تو رو یا شما تو روشن کن آرزو کن از شعرش بدک نبود، زیاد هم جالب نبود. اگر الان من خیلی پرامپتیکم برامون آهنگ تولد است همین، اصلا هیچ توضیح نمودش ندارم. اگه شما توضیح بدید خیلی راحت می‌تونم. حالا من دفعه بعدی اگر شد یه ویدیو در مورد سومو کلی در مورد سومو می‌سازم که چجوری از سومو هم استفاده بکنیم که اونم راحت تر بشه کارو باشه. چون که سومو خیلی بهتر از خود این پلاگینش، خیلی بهتره. اگر تا اینجا که هستیم من یک صحبت کوچولو در مورد کلاود بکنم که در ویدیو بعدی در مورد کلاود و استفاده ازش شروع کنم. اشتباه کردم انگار کلاود نمیدونم دقیق تلفظش چجوریه ولی خب همینطور. سایت اولی که میاد این هم متاسفانه فیلتره، باید از فیلترش استفاده کنیم. وای میشیم تا لود بشه. های کلاود نمیدونم چه تلفظ میشه، سخت اسمش. حالا نکته که هست من خیلی استفاده از اینکه استفاده کردن از این سخته اینه که شماره خارج میخواد، یعنی شماره غیر از شماره ایران، چون که شماره ایران نداره. حالا من هنوز دنبال یه راهکار برای شماره مجازی ام که بتونی با استفاده از اون از این استفاده بکن. مثلا شما الان ایمیلتون رو وارد بکنین، مرحله بعدی استفاده از شماره موبایلتون رو باید وارد بکنین که حالا خیلی دردسر داره. حالا من دنبال یک راه حلی ام که بشه بدون با شماره مجازی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لذت برده باشین. تا ویدیو آینده که میشه استفاده از کلمات خدا نگهدار.